با شروع گردیدن موسم بهاری سفربرسازی نواسکران به صف قوه‌های مسلح چون دیگر شهر و ناحیه‌ها جوانپسران شهر گلستان نیز با درک خودشناسی و افتخار داشتن از وطن و دولتداری ملی و اجرای قرض شهروندی خویش به کمیسریات حربی شهر حاضر شده یکدلانه احساس وطندوستی خود را عملاً با پیوستن به صف قوه‌های مسلح نشان دادند. با اشتراک رهبریت شهر، والدان و دعوتشوندگان و نمایندگان نهادهای گوناگون دولتی در مرکز شهر گلستان به مناسبت روز دعوتشونده چاره‌بینی دایر شد. گفته شد که خدمت در صف قوه‌های مسلح نشانی جوانمردی و شجاعت و قوی ارادگی هر فرد خودشناس و وطن دوست بوده. اجرای این رسالت افتخار و سرفرازی هر صاحب وطن را بازگو می‌کند. در زمان صاحب استقلالی مملکت مرحله به مرحله با رشد اینفراستراکتور قسم‌های حربی، شرایط خدمت و فعالیت سربازان و افسران در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خوبتر و بهتر گردیده برای سربازان و افسران امتیاز و امکانیت‌های مساعد فراهم آورده شده است. امروز جزو تام‌های قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مستحکم گردیده آن به یکی از ساختار نیرومند محافظ وطن تبدیل یافته است. در مراسم گسیل نودعوتشوندگان پدر و مادران اشتراک کرده اظهار داشتند که آبادی و آرامی جامعه و پایداری صلح و ثبات سرزمین از خدمت صادقانه سربازان و افسران قسم‌های حربی میباشد و به این مناسبت به نودعوتشوندگان برای خدمت صافدلانه و ادای قرض شهروندیشان فاتحه نیک دادند. همچنین به جوانانی که کورس‌های رانندگی را ختم نمودند در وضعیت تنتنوی به آنها شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شد. همچنین بهره بالیدروحی نواسکران از جانب بخش فرهنگ شهر گلستان برنامه رنگین فرهنگی عبارت از سرود و ترانه‌های وطن دوستانه پیشنهاد کرده شد.